آقای شریفی، بله قاضی. شکایت کردی بابت مطالبه دیه، درسته؟ بله. کار میکردی پیش ایشون؟ بله کار. کی؟ 10 سال پیش آقای قاضی. الان چند سالته؟ 26. یعنی 16 سالگی رفتی پیش ایشون؟ بله. کار کردی؟ بله. انگشتات همونجا آسیب دیده. بله. چند تا؟ 3 تا. شما تعهدنامه ازش گرفتی که هر اتفاقی برات بیفته مسئولیتش با خودته؟ میشه؟ نمیدونستم نمیتونم دیگه کار کنم. هیچ جا بهم کار نمیدن. پولم میخوام. دیگه میخوام. باید همون موقع ایشون که میومد مطالبه دیهشون که تو بهش پرداخت میکردی. نکردی، الان باید پرداخت بکنی. خدا شاهده آقای قاضی به دندون گرفتمش. همون موقع هم با خودش هم با مادر خدا بیامرزش حرف زدم. گفت نه اون صافدا سره. ببین باز آقا بعد همون موقع میگفت چه الان اومده. من موقع اومدم بگیرم ندادی. انقدر نگو. فرقی نمیکنه. الان اومده مطالبه کرده. دیگه که شامل مرور زمان نمیشه. ایشون هر وقت بخواد میتونه دیهشو دریافت بکنه. خود ایشون هم که نباشه، وراسش هم میتونن بیاد دیهشو بگیرن.